تیشوی رپینگ یکی از محصولاتیه که در عایقکاری لوله‌های نفت، گاز و آب مورد استفاده قرار میگیره و در دسته منسوجات بیباف قرار داره که از ترکیب الیاف فایبرگلاس و رزین‌های پایه آکریلیکی تولید میشه. در ساختار این محصول از نخ‌های طولی استفاده میشه که با فاصله 15 میلیمتر از یکدیگر قرار دارن. این تیشو در دو نوع اینر رپ و اوتر رپ و در گرماژهای مختلف و عرض 1 متر تولید میشه که البته عرض اون به صورت برش خورده 23 سانت و 15 سانت نیز قابلیت تنظیم داره و طول رول‌ها به طور استاندارد 2500 متر در نظر گرفته میشن که اون هم بسته به نیاز مشتری قابلیت تغییر داره. مجموعه کارخانجات عایقسازان زرینگان با تکیه بر دانش فنی و استفاده از تجهیزات بروز آزمایشگاهی همواره کیفیت محصول رو مورد بررسی و کنترل قرار میده. از جمله این آزمایش‌ها میتونم به اندازه‌گیری استحکام کششی در راستای طولی و عرضی، درصد بایندر، تست المندروف یا مقاومت در برابر پارگی و نفوذپذیری هوا اشاره کنم. از اونجایی که این شرکت در لیست وندور نفت و گاز قرار داره، تمامی محصولات دارای کد رهگیری بوده و با گارانتی 1 ساله عرضه میشن. پس شما مشتری عزیز با اطمینان کامل میتونید نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید.